سلام، سیناپس هستم و این ویدیوی چهارم آموزش فلسک هستش. همونجور قول داده بودم تو این ویدیو در مورد فرم ها و نحوه ارسال اونها میخوایم صحبت بکنیم. جایی هستش که قبلا بودیم یه صفحه طراحی کرده بودیم. صفحه دوممون ارتباط با ما بود. یه سری المانای کوچیک داخلش قرار داده بودیم. یه دونه دو سه تا فرم که میگن تکست باکس داخلش قرار داده بودیم و یه دونه دکمه ارسال. حالا میخوایم اینا رو عملیاتی بکنیم. من تلفنم زنگ میخوره، یه دقیقه دیگه دوباره برمیگردم، ببخشید. خیلی خوب، عذرخواهی میکنم. کاری که باید بکنیم این هستش که ایمکس رو ران بکنیم برای فایلات پی وای و شروع بکنیم به کد نوشتن. خیلی خوب، فایلی هستش که داریم. ما میخوایم کانتکت رو ادیت بکنیم. کاری که باید بکنیم این هستش که اینجا یه دونه بخش متدز استفاده بکنیم و این متدز برابر هستش رو خب یه دونه گت و یه دونه هم پست. یه نکته ای هست و اون هم این هستش که اگه مثل این بالایی ها شما هیچ به قول معروف متدی رو مشخص نکنید، دیفالت گت هستش. بنابراین اگه مشخص نکنید فقط گت، و اگر مشخص بکنید که خب اون متدایی که مشخص کردید. خب پس ما اینجا فور رو چیز رو داریم، پست رو داریم. میتونیم اینجا یه دونه شرط رو داریم if request اگه درست میاد request dot method مساوی باشه با post. خب اگر که ریکوست متدمون، یعنی متدی که صفحه داره درخواست میشه، پست بود، یه سری اتفاقات بیفته و خب اگر که نه متدمون به قول معروف گت بود که خب همون اتفاقات حالت عادی، یعنی تایتل ست بکنه و فرم رو برامون ارسال بکنه. خیلی خب، می‌خوایم یه سری کار بکنیم. کار اول این هستش که بریم یه دونه دیکشنری درست بکنیم. من یه چی میگن یه آبجکتی درست می‌کنم به اسم obj مخفف. اینجا نیمش برابر هستش با request form و نیم اون فرم. بنابراین شما دیگه میدونید برای اینکه بخواید ریکوست یه چیزی رو، حالا فایل جیسون باشه، هر چیزی رو بخواید صدا بزنید، ریکوست دات حالا اون چیز، مثلا اینجا ما فرم رو میخوایم و کروش باز و بسته و اسم اون فیلده. و ما یه دونه ایمیل داشتیم، میشه ریکوست دات فرم ایمیل و نهایتاً کامنت هم که برابر هستش با request dot form چیکار کردیم dot form comment. خیلی خوب، ما اینجوری یه دونه آبجکت به اسم obj درست میکنیم. بنابراین میتونیم حالا return بکنیم render template contact رو contact.html رو حالا با یه دونه مثلا متغیری که میخوایم براش ارسال بکنیم. متغیرمون میتونه بشه مثلا یوزر کامنت مساوی هستش با obj و یه دونه تایتل هم براش ست بکنیم که مساوی باشه با مثلا فرم سنس. حالا مثلا یه همچین چیزی ذخیره میکنیم. بعد بریم فایل تمپلیتمون رو هم ویرایش بکنیم. تمپلیت contact.html بودش. خیلی خب، اینجا فرم کانتکتمون هست. چند چیز میخوایم انجام بدیم. اولا که بعد از این فرم میخوایم بررسی بکنیم. عذرخواهی میکنم، اگر که یوزر کامنت داشتیم، یوزر کامنت، اگر یوزر کامنت داشت این صفحمون، یعنی موقعی که رندر شده بود یوزر کامنت براش ارسال شده بود، بیاد این کارا رو بکنه. یکی این که نیم رو برابر با
چیز زده بودیم یوزر کامنت دات نیم. خب اینجا یه دونه یوزر کامنت میذاریم. این پیز رو هم من سعی میکنم که اینجوری گفته باشه که قشنگ باشه کارم. خیلی خب بعدی ایمیلمون هست که ایمیلمون برابر هستش با یوزر کامنت دات ایمیل. و در نهایت ما یه دونه خود متن کامنت رو دادیم که برابر هستش با این روی فاصله بهش بدم user comment dot comment و این رو هم میبند. خیلی خب در نهایت هم باید حلقه ایفمون رو ببندیم، بنابراین end if و همین چیز اوکی هستش. خب حالا فرممون اوکیه، بعد چند تا چیز رو اینجا مشخص بکنیم تو خود فرم. اولا که اکشن نداره فرممون، بنابراین فرممون باید ارسال بشه به چه جایی؟ URL for contact. بنابراین این فرم باید ارسال بشه به اصطلاح تابع کانتکتمون، برای اون ارسال بشه. و همچنین میدونه متد هم داریم که باید مساوی بشه با پست. خیلی خب من فکر میکنم که همه چیز اوکی باشه. اگه کدمون رو نگاه بکنیم خیلی خب همه چیز اوکیه. بریم اینجا رو رفرش بگیریم. خب request is not defined. خیلی خب اینجا request رو که غلط املایی نداره. خب این request رو ما باید ایمپورت میکردیم. همین این request رو ایمپورت میکنیم ببینیم که مشکلمون حل میشود یا که نه. سرور از کار میفته. ببینیم سرور چرا از کار افتاد. حتما یه تایپوی داریم. cannot import name request. خب غلط املایی داریم. request غلطای املایی رو باید کاملا مواظبشون باشید دیگه. حواستون باشه که اینجوری مثل من گیر نیافتید. خیلی خب هم چیز اوکیه. اسم شما، من اسمم رو وارد میکنم میسم، ایمیلم رو وارد میکنم و this is a comment ارسال میکنم و اوکی اینجا نشون داده میشه نام، ایمیل و کامنت. خیلی خب یه نکته این وسط هست و اون هم این هستش که کجا رفتیم. اینجا ما یه آبجکت داریم. اینجا من یه آبجکت تشکیل دادم و دوباره این آبجکت رو فرستادم برای خود اون صفحه. میتونستم باش هر کاری بکنم. میتونستم مثلا یه دیتابیس تشکیل بدم و این به قول معروف دیتابیس داشته باشم و این آبجکت رو اونجا ذخیره بکنم. بنابراین اون دیگه بحث بخشای بعدی هستش که ما با هم دیگه کار خواهیم کرد. اما اینجا میتونستیم یه دونه آبجکت رو یه بار این رو پر بکنیم، بیاد یه اسم دیگه رو تست بزنیم، مثلا سیناپس، حالا دوباره با همون ایمیل و this is the second comment و این رو ارسال بکنیم. میبینید که همه چیز اوکی میشه. فرممون دوباره ریست میشه و همه چیز اوکی. خیلی عالی. کار کردن با فرما به همین سادگی بود که دیدید. هیچ چیز پیچیده‌ای رو نداره. میتونید به همین سادگی باشون کار بکنید. میتونید کارتون رو حرفه‌ای تر بکنید. هم شرط بذارید، ترای کچ بذارید، هر چیز دیگه‌ای. اما این ساده ترین حالتش بود. بقیه‌اش دیگه خود برنامه‌نویسی پایتون هستش که شما باید از قبل به قول معروف بلد باشید. من فکر می‌کنم که کارمون اینجا تموم هست. من یه دونه CD کد بگیرم و git commit dash am added form functionality و همه چیز اوکی هستش. ویدیوهای بعدی ما سعی میکنیم که در مورد یه فرم حالا حرفه‌ای تر شد، مثلا یه لاگین فرم بنویسیم و کمی در مورد سشن ها صحبت بکنیم، سشن، کوکی، این صحبت ها. حالا فعلا در مورد سشن صحبت خواهیم کرد تو
ویدیوی بعدی. امیدوارم که خوشتون اومده باشه از این ویدیو. ممنون که تماشا کردید و خداحافظ.